یه جسد میبینم توی آب. هیچ چیز اونجا نیست. تو دریاچه کسی غرق نمیشه. آب داره اونو تکون میده. من این تصویر رو قبلا اینجا دیدم. توی مگنولیا میاد. ولی ما اینجا گل مگنولیا نداریم. نفر داره تعقیبم میکنه. هیچ صدایی شنیده نمیشه. توی قایق زن نشسته. چه زنی؟ تنها. صدای پرنده ها رو میشنویم. من تو اتاق با خودم اسلحه حمله میکنم. من اینجا خیلی احساس آرامش میکنم، ولی خواهش میکنم نگران نباشید. زیاد این چیزی نیست که شما بهش عادت داشته باشید. هر دو تو قایق ولی هیچ کدومشون جور. احساس میکنم قبلا اینجا بودم. سکوت. بله، موضوع میتونه سکوت باشه اگه شما مایل بشید. خواهش میکنم موضوع رو عوض نکنید. من هیچ وقت شعرامو برای کسی نخوندم. چرا گریه میکردی؟ من معمولا حرف نمیزنم. معمولا ساکت میمونم. تا حالا کسی رو کشت؟ شما به یه دوست مورد اعتماد. قبلا همه اینا رو شنیدم، قسم میخورم. من قبلا اینجا بودم. الان موضوع عوض شد. ترسیدی؟ من تو اتاق با خودم اسلحه حمله میکنم. چند تا آلمانی رو کشت؟ موضوع داره من عوض جاهای میشه. زیادی بودم. یه جسد روی آب میبینم.